میگویند کلاه دروغگو پر از سوراخ است. این مثل به دروغگویان ربط دارد. در یک مجلس همه نشسته بودند، به نوبت سخنرانی میکردند، همه سخن گفتند، برآمد کردند و یک نفری از آنها دروغ گفت و همه پی بردند که او دروغ میگوید. اما تنها یک نفر در آن مجلس جرأت کرد و از جایش برخاست و با صدای بلند فریاد زد: کدام نفری که دروغ گفت در این جمع کلاهش 2 سوراخ دارد. و ناگاه یک نفر در حال کلاهش را به دست گرفت و در جستجوی سوراخ شد. به همه معلوم است آن نفر کی است. هر آن کس که به تو نگوید درست، چنان دان که دشمنی جان توست. فردوسی بزرگ. هر کس که به تو راست نگوید و حقیقت را نگوید، بدان که از آن شخص کرده دشمنتر نداری. هر زمانی که پیش همین دوربین نواربرداری یعنی کامera وامیستم، با تمام صداقت و امید سخن میگویم و آرزو دارم که صحبتهایم کمی هم باشد یک کمک معنوی برای شما عزیزان تماشابین و اخلاصمند داشته باشند. سلامنامه را تنها با یک سلام و درود اکتفا می کنم. سلام و روز شما بخیر باشد. امروز هر آن نفری که حقیقت را می گوید او را دیوانه می گویند، یا از طرف دانه‌چینان دربار زلالت و خاکزنکان دربار جناب دروغین و پیشوای خودخوانده به مبارزین خائنین می گویند. اما در اصل خائن هر دو جهان همین پیشوای دروغین روغن زردخور است. من واجب می دانم که به طرفدارانم و آن اشخاصی که من را تنها به خاطر حقگویی و مبارز بودن احترام می کنند بگویم، تا اینکه شما بدانید آیا حقگویی زندگی را سخت می کند؟ آیا حقگویی رزق را کم می کند؟ آیا مرد بودن به انسان ضرر دارد؟ مردی چیست و چرا همه لاف مردی را می زنند؟ پیش از اینکه آغاز مطلب کنم و یا اینکه صحبتم را دوام دهم، می خواهم چیزی بگویم که شما آن را در ذهن خود برای همیشه حفظ کنید. انسانی که مرد است زندگیش خیلی طولانی و با برکت می گذرد، اما نامرد هر روز می میرد. نامرد فکر می کند که اگر همسایه‌اش را کسی دزدی کند و خانه همسایه‌اش را دزد بزند با او ربط ندارد، چون او فردا در فکر خریدن قفل کلان می شود تا اینکه در خانه اش را مستحکم ببندد و قفل کند. اما مرد در این حالت چیکار می کند؟ مرد در این حالت زود لباسهای خود را پوشیده به پیش همسایه خود می رود و از او سوال می کند آیا می تواند کمک کند؟ و پس از قفای حل کردن آن مشکل می شود و کوشش می کند که این مشکل را یک جایه با همسایه خود حل کند. اما نامردی بیچاره دیگر خواب ندارد. هر شب در فکر آن است که آیا این قفل کلان را دزدها شکسته می توانسته باشند یا نه. حق گفتن در همه حالت به انسان فایده دارد. مرد بودن باز هم زندگی انسان را پررنگتر می کند. چرا؟ مرد به چی معنا؟ مرد کامل آن مرد است که بدون خواندن اشوله به شما فکر خود را می گوید و از شما هیچ انتظاری ندارد. نامرد در این حالت چی کار می کند؟ نامرد اول به شما نشان می دهد که خیلی می خواهد شما را کمک کند، اما در فکرش دروغ‌ها زیاد می بافد تا اینکه هم شما از او ناراحت نشوید و هم باز او از شما فایده کند. همین طور است؟ بله. مثلا میگوید که خیلی میخواهم کمک کنم اما نمیتوانم چون پولهایم را به کسی دیگر قرض داده بودم. اما در اصل در همین جا 3 ساعت پیش گفته بود که در خانه $10,000 دارد. میگویند کلاه دروغگو پر از سوراخ است. این مثل به دروغگویان ربط دارد. در یک مجلس همه نشسته بودند، به نوبت سخنرانی میکردند، همه سخن گفتند، برآمد کردند و یک نفری از آنها
دروغ گفت و همه پی بردند که او دروغ میگوید. اما تنها یک نفر در آن مجلس جرأت کرد و از جایش برخاست و با صدای بلند فریاد زد: کدام نفری که دروغ گفت در این جمع کلاهش 2 سوراخ دارد. و ناگاه یک نفر در حال کلاهش را به دست گرفت و در جستجوی سوراخ شد. به همه معلوم است آن نفر کی است. اما مرد اگر کمک مالی نتوانست، کوشش میکند تو را روحاً کمک کند. امروز هدف اساسی حکومت امروزه با سرداری جنابها و پیشاب زرچه کسلی زرپروین ملت و امام بوزهای دربار گوسفند پرور که ملت را دروغگو و خبرکش و بیناموس کند. یک مثال عادی دیگر خوب توجه کنید. در تاجیکستان همه این مردم دهه خبر می‌یابد، هم از خرسندی همدهش و هم از ناخوشیش. اگر یک برادر مبارز باشد و پدر و مادر او را هر روز به امنیت فریاد کنند، همه خود را به نادانی می‌اندازند که این را گویا نمی‌دانند یا از ترس رفت و آمد را بس می‌کنند. نامرد و بزدل در این حالت کوشش می‌کند که به لفظ آشکار و ساده بگویم بوز شود و هر کاری که این پدری که فرزندش مبارز است می‌کند بنویسد و ناشکسته به امنیت برساند. اینها را بزدلان دهاتی میگویند که در یک طبق با مردم نان میخورند و باز بینمکی کرده خبرکشی میکنند و فکر میکنند که خیلی با قدر و احترام میشوند با این خبرکشیشان، اما نمیدانند که انسان خبرکش در پیش هیچ نفر قدر ندارد، حتی در محضر همان کارگر امنیتی. اینجا سخن درباره مردی و نامردی، راستگویی و دروغگویی می رود. با دقت گوش کنید تا اینکه فهمش معنوی شما زیاد شود و راست را از دروغ بتوانید تشخیص کنید. و آن دوستانی که خوب متوجه نمی شوند که من چی می گویم، دوباره نوا را تماشا کنند. نقطه های در بالا ذکر شده را می توان با یکدیگر پیوند داد و درباره بسیاری از آنها عمیق‌تر فکر کرد. متاسفانه به نظر من چنین می نماید که بی‌پروایی عمومی از نسل به نسل می افزاید که این مرا خیلی نگران کرده است. چنانه که بزرگوار می فرمایند همه از حقیقت بهره نمی برند، تنها کسانی از آن بهره می برند که در جستجویش هستند. عرضم به حضور شما، من هم به خاطر همان جویندگان سعادت و حقیقت و معرفت سخن میگویم. یکی از عزیزان در صفحه فیسبوک خود نوشته بودند: فضای تاجیکی عجیب و غریب است. کسی حرف حسابی یا مقاله علمی ندارد. کسی نوار آموزنده ندارد. در همه جا تنها دسیسه و حرفهای پوچ است. نمیدانی از کجا سر براری، نمیدانی کی را گوش کنی. موضوعها همه تکراری و موضوعهای بدون فایده معنوی در این دریای مجازی موج میزند. در این مورد میخواهم کمی فکر خود را ابراز نمایم. این واقعیت دارد، اما مشکل اساسی چیز دیگر است. مشکل اساسی در جامعه ناسالم است که خود قدر سخن را نمیداند و خود در پی جستجوی چیزی نیست که آموزنده باشد و به همین نگاه کرده یوتیوبرها و اخبارنویسها به خاطر بیشتر تماشابین پیدا کردن کوشش میکنند که همیشه چیزهای پرتماشابین و نادرست را پیشکش مردم کنند. این را باید پذیرفت که مردم ما آنقدر به دروغ و تهمت همدیگر مشغولند که دیگر وقت برای فهمش چیزهای اساسی ندارند. به همگان معلوم است که کدام نفری که بیشتر بتواند دروغ بگوید و بیشتر چیزهای پوچ و نادرکار را به مردم نشان بدهد، همان نفر در وقت کوتاه زیاد معروف می شود. چون مردم از چیزی که مجبور به فکر کردنش می کند می گریزد. این هم دلیلی دور بودن از معارف است. یک خانواده بی سواد همه این مردم ما را پریشان و جدا از معارف و فرهنگ کرده است. ای خدا به داد این ملت خوابیده برس.
من اینجا نمیخواهم کسی را سنگ بزنم، اما آن نفرانی که در دروغ غرق هستند خود میدانند. و من چرا دارم این را میگویم؟ چون باری کج به منزل نمیرسد گفتند بزرگان ما. هر آن نفری که باوری دارد با دروغ و سرگرم کردن مردم خدمت به ملت میکند خطا میکند. چون هر آن سخنی که گفته می شود در ذهن مردم چیزی را به وجود می آورد. بزرگوار می فرماید اگر یک جمله با زبان گفته شود که شما او را نمی فهمید، برای شما هیچ اهمیتی ندارد. اما اگر با زبان خود شما گفته شود، خواست و ناخواست یک ذره هم باشد به شما تأثیر می رساند. به همین خاطر اگر گپی برای گفتن ندارید ساکت باشید. سکوت این شکست نیست، اما سکوتی که من در نظر دارم این به شخصان دخل دارد که حرفی برای گفتن ندارند اما باید چیزی بگویند. این را نیز باید بدانید که سخن می تواند خسته کننده باشد و دروغ روز مردم را از شما دور خواهد کرد. باوری این مردم را اگر یک مرتبه از دست دادید، دیگر برگردانیدنش امری محال است. این را تاریخ نشان داده است و همه می دانند. حقیقت این مثل سیب است که شاید از دور بد نماید، خریدار نداشته باشد، اما همان که دندانت به پوستش برسد و ناله پر از آب شیرینش در گلویت برود، میفهمی که چرا بیرونش زشت بود اما داخلش تو را مجبور کرد که قانع مزه اش شوی. اما دروغ مثل انار زیبایی است که در بازار تا خریدنش 10 بار پولت را حساب میکردی و 10 بار از فروشنده اش پرسیدی که انار خوب است یا نه. چند بار دست زدی و در فکر رفتی این انار شیرین باشد یا نه، چون ظاهرش خیلی زیبا می نمود. اما در برابری که پوستش را جدا کردی و دیدی که انار پوسیده است و دریافتی که هم پولت از دست رفت و هم ناراحت شدی. هر سخنوری باید بداند که سخن از همه چیز، از همه کس وزنین‌تر است. سخن این کوه نیست که تنها در زمین لرزه تکان بخورد. سخن این تکان دهنده دل هاست. سخن این زندگی است. سخن فرقی بین انسان و حیوان است. سخن سبب محبت و همبستگی است. کلام این سبب جنگ و صلح است. هر سخنی که گفته می شود این گوشه از تاریخ است. اگر با دروغ تاریخ را بنویسید، اگر می خواهید در تاریخ نام خود را همچون دروغگو بنویسید، این انتخاب شماست. اما این را فراموش نکنید که همه ما و شما گوشه از تاریخ هستیم. همه ما و شما در تاریخ نوشته می شویم. خود را کوچک نشان ندهید. زندگی با همه کم و بیشش می گذرد. ما نباید گناه خود را در سر زمانه بزنیم و بگوییم زمانه عوض شده است. نه، زمانه عوض نشده است. ما خود عوض شدیم. ما خود از خود می گریزیم. از خود فرار کردن باعث ضعیف کردن شخصیت یک انسان می شود. امروز وقتی که راه می رفتم به چشمم یک صدبرگ زیبایی برخورد. از دیدنش خوشحال شدم و آرامانه طرفش قدم گذاشتم و دستم را طرف جیبم بردم و گوشی همراه یعنی تلفنم را از جیبم بیرون آوردم و شروع کردم به عکس گرفتن آن صدبرگی که از دیدنش آشفته شده بودم. اما هر قدر نزدیک می شدم به من معلوم می گشت که صاحب این بوستان به خاطر بوستانش را زیبا نشان دادن گلی پلاستیکی را نصب کرده است که زیبا بنماید. زیبا بود، اما آن گلی صدبرگی که من انتظارش را داشتم نبود. دروغ هم در اول زیبا می نماید، اما در رفت زمان هرچند که عیان‌تر می گردد هم دلی دروغگو را سیاه می کند و هم زندگی شنونده اش را. خیالات باطل سبب دور گشتن از حقیقت می شود. شاید زندگی طوری بنماید که شما انتخاب بجز دروغ گفتن نداشته باشین، اما در همین سختی نیز حقیقت را بگویید و از کوثر محبت راستی چنان شربتی بنوشید که خود را خیلی دوست بدارید،
از خود آنقدر راضی خواهید شد که زندگی شما را عوض می کند. دیگر شما را نه چیز نه کسی می تواند ناراحت کند. آن زمانی که به این مرتبه رسیدید دیگر خوشبختی شما را دنبال می کند. احساس می کنید که خدا شما را دوست دارد. علم و فهمش خالی از حقیقت نیستند. چرا انسان تعلیم می گیرد؟ چرا انسان درس می خواند؟ چون می خواهد حقیقت زندگی را بفهمد و حقیقت نیز میوه راستی است. هر زمانی که راستی را پیش گرفتید به خود احترام پیدا خواهید کرد. هر زمانی که حقیقت و راستی الگوی زندگی شما شد دیگر شما آن کسی کوچک و ناکس نخواهید ماند. شما شخصیتی می شوید که خود را دوست دارید. فراموش نکنم این را قید نمایم که هر شخصی که در پیش خود ناکس و حقیر باشد هیچ وقت در پیش دیگران با احترام نخواهد شد. همه چیزی که گفتم از خودم بود و بر شما این سخنها را تحفه می کنم. تحفه ام را بپذیرید. تشکر زیاد که نوار را تا آخرش تماشا کردید و کسانی که شاید کم باشین شما که نوار را تا آخر تماشا میکنید، اگر تماشا کرده باشین نوار را تا آخر خواهش میکنم بنویسید که من تماشا کردم. کافی است. خداحافظ.